السلام علیکم داملای شیرین سخن به سوالهای من جواب دید. ناخونها را بعد گرفتن میگویند که نپرتوید بلکه گور کنید. این صحیح هست یا نه؟ البته که این مسئله هست که وقتی که ناخونه که گرفتین در فتوای عالمگیری این مسئله هست. فتوای هندیه یا فتوای عالمگیری در همین مسئله هست که فاذا قلم اظفاره او جذ شعره ينبغي ان يدفن ذلك ظفر. در فتوای عالمگیری همین هست که وقتی که ناخونها تا گرفتی یا موی سر تا تراشیدی اینها را باید که در زمین گور کنی. حتی همون موی سری دراز داشته باشه در همون سرتراش خونه هم که تراشیدی موهات خودت گرفته ببر در یک جا گور بکن. فاین رمیه به فلا بس. نه که اگر همون موی سرش و ناخونش اگر پرتویشن لا بس هیچی با که نداره. خب و این القاء فی الکنیف او فی المغتسل یکره ذالک لان یورث. اگر موی پشم سر یا ناخون اگر در کنیف در توالت بپرتوید یا در مغتسل در حمام در همونجا اگر پشم ها را اضافی اگر بپرتوید این کسل ها پیدا میکنه. از وجودی همونها مخصوص میکروب های پیدا میشه که چندین کسل ها پیدا میشن. تو تازگی از اسلام است. برای همین وارد جمع شون کنن گورشون کنن بهتر است. خب این فتوای عالمگیری است. اما در فتوای قاضی خان دیگر فتوا است. در اونجا میگن که یدفن اربعه، 4 چیز از آدم هست که اونها را حتما باید که به زمین گور کنن. ظفر، یکم ناخونا را که گرفته در زمین گورشون کن. دوم و شعر، موی سر است یا موی مثلا تاگی کشه یا موی زیر نوف کدام موی اضافیه که باشه یا که مثلا کودک ختنه میکنن همون چه ختنه کردشتگی همون پوستکه یا را جمع کنن گورشون کنن در زمین. خب دیگر خرقه حیض، همون لطه‌ای که زنها از تک میبردارن در حالتی مثلا ماهیانه کسل بدنشون همون لطه‌رانی باید که گورش کنن در زمین. بیتر رو شد نمونه یا در گوشت نپرتنشون گورش کنن. دیگرش خون آدمی، همین چیزها باید که از آدم هستند در زمین گور کرده شوند. یعنی کودک ختنه کردن همون چیزی او لطه‌ای از حیض، خون، ناخون، پشم سر یا دندان، هر چیزی که از آدم جدا میشه او باید به زمین گور کرده شود. در فتوای قاضی خان هم خیلی فتوا دادگی هست. دیگر سوال کرده است که طرز اذانگویی در گوش طفل را با ما فهمونید. اذان گفتن در گوش طفل نوزاد. خب در این باب فرق بین دختر و پسر ندارد. بعضیا گفتن که دختر چخیل میکنه، فرق ندارد. خود دخترچه است خود پسرچه است فرق ندارد. اذان گفتنش به همین طریق است که حضرت ابی رافع رحمت الله علیه میگه که رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم اذن فی اذن الحسن ابن علی حين ولدته فاطمه السلام. ابی رافع میگه که رسول اکرم دیدم که در گوش حضرت امام حسنی فرزند حضرت علی وقتی که از فاطمه تولد شد پیغمبر در گوش راستی و اذان و در گوش چپی او قامت گفتند. همین اذان و قامتی که برای نماز است همین را میگن، دیگه تغییر نداره. یکی از خاصیت های خوبی همین اذان گفتن در گوش طفل همین است که لم تضره ام الصبیان. ام صبیان گفتگی یک دیوی است، یک افریتی هست که همون مخصوص کودکان را ضرر می‌رسونه. یک کسالای این پریپات که های شیطان هم می‌بینه. اگر در گوش بعد تولد شدن اذان و قامت بگن این کسل ها با او آدم پیدا نمیشه. ام صبیان از همون کودک دور میشن، نابود میشوند. وقتی که در طفل بدنش اذان بگن روزش هم معین است، یک روزه باشه یا 2 روزه باشه با بهتر. هر چقدر سراسیمتر همین اذان هر کسی هم بگه میشه. البته یک آدم تبرک، آدم مثلا مستفید پاکی با تقوا با بگه اگر این با بخیر اذان که با بنواش نمیمونه در یک صدقه میکنی در حق صغیرت دعا میکنی با خوب است. بوسیدن دست پدر و مادر و عالم جایز است یا نه؟ البته که این 100% جایز است. دست پدر بوسیدن، دست مادر بوسیدن، دست مثلا استاد بوسیدن، یک آدمی مثلا بزرگ ولی باشه صالح باشه بوسیدن، اینها 100% جایز است. چون که در رد المحتار
که یکی از بهترین فتواهای مذهبی ما شما است، در اون گفتگی است که ولا بأس بتقبیل ید رجل العالم علی سبیل تبرک، دست پشت دست عالمانی بوسه کردن بر سبیل تبرک جایز است. یا پدر و مادر هم باشد دعای نیک اینها را میگیره. البته که فرزندا جوانا دست پدر و مادر تا بوسه کردی دعا خواستی، خواهم نخواهم همه کینه و کدرت از دل دور می شود. شما را دوست می دارد و محبت تام در حق شما دعای نیک میکند. این کار شما بکنین خوب است. خب افیون حلال است یا نه؟ افیون حرام است. این افیونی که میکشند میبینید در براشون بعضی ها میگردانند، بعضی ها با دلیل میکنن فلانی مخصوم فلانی نمازخوان میکشه، گفت اون نمازخونه بی نماز فرار افیون حرامه. خب این مسئله در درالمختار بهترین فتوای مذهب حنفی آوردگی است که و یحرم اکل البنج، حرام است بنگ استفاده بودن. بنگ حرامی قطعیه. حشیش هم از جنسی هم کامل است. افیون مخصوص به نام افیون آورده است، استعمالی حرامه. لانه مفسد للعقل، اینها فاسد کننده عقل هستند، عصب شما را ویران میکنند. اما افیونکش رنگش ترکبود میکنند، عقلش فساد میکنند. و یصد عن ذکر، از ذکر خدا و از نماز میمونند. این فایده ای ندارد. اگر فایده میداشت درست نشه در همین اپتیکو میبراوردن سوداش میکردن. او بسیار یک دوزه بلنده داره که او افیونکش رو استفاده کنه، بعدا یگان آنتی بیوتیک مدیسین در اون فایده نمیکنه دیگه. این خیلی آفت و خرش داره، حرام است. محترم داملا حاجی محمد الله، از شما خواهش داریم که به سوال ما جواب دهید. در رویه حنفیه آمده است که در شاهدی دو شخص اگر زن تن و نفس خود را بخشد با او زندگی کردن ممکن است یا نه؟ سوال است، هم سوال هم جواب. خب در مذهب امام ابو حنیفه البته که حضرت امام اعظم حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دلیل کردگی است که در سه چیز شوخی نیست. سه چیز هزلی و جید است، جیدی و هم جید است. سه چیز، یکی کفر، دویم نکاح، سوم طلاق. این سه تا شوخی نداره. من استهزأ بالعلم والعلماء فقط کفر، کسی که بر علم عالما استهزا میکنه، مسخره بازی میکنه، کافر میشه، کافر میشه. دویم نکاح، نکاح هم شوخی نداره. زن به شوهر باشه، دو مرد در همونجا حاضر باشن، بگه تن نفس بخشید، و زن بگه تن نفس من بخشیدم به همین فلان. این بگه که تن نفس خواستم و قبولش کردم بزنی. دو تا آدم شاهد شنیدن، تمام زنی هموش. این شوخی نداره. یا طلاق هم به شوخی هم که زنش طلاق کنه طلاق میشه. یعنی رسول الله گفتن سه کار هست که هزل نداره، یک کافر شدن، طلاق کردن، نکاح کردن، یا شوخی ندارن، حتما واقع میشه. خب برای همین به این مسئله ها شوخی کردن درست نیست. دیگر گفته است که السلام علیکم داملای شیرین، من مخلصی دائمی از شما خواهش دارم به سوال من روشن. چرا گوشت گاو را خوردن ممکن است و خون آن را حرام گفته نمیخورند؟ خون آن خب و دم مسفوح خدا در قرآن را حرام گفتگی است. دم مسفوح خونی با فشار خونی که فشار قطعی میبره او حرام است. در هر کجا هم که برسته حرام میگو، بی نماز میکنه، نجاست است. او خوردن یا میلیون ها در ترکیبش میکروب داره و همین خاطر خدا دانسته ای را حرامش گفتگی است. خونه میخواد، خونه درنده میخواد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله نه نویسین، نمیخوام میگیم با می نویسین. خب در حق مادر من دعای کنید که این نعمتی که خدای عالمیان به ما بندگانش نصیب کرده است، این نعمت خدا داد و یک درد مبتلا گردید از خدای مهربان شفای کامل و عاجل نصیب. خداوند جل جلاله مادر این برادری که مکتوب نوشته است شفای کامل و عاجل عطاش کنه به حرمت این روز جمعه و به حرمت این عبادت کنندگان روز جمعه. خدایا به این مادر شفای کامل و عاجل عطا فرماید یا ارحم الراحمین. چرا تن پروری ای لقمه گور، که تن فربه کنی برخوردن مور، که آخر جانب خاک است راحت، لحد باشد مکان خوابگاه. که آخر جانب خاک است راحت، لحد باشد مکان خوابگاه.
شود روزی که در بالین حسرت حافظان داری، شود روزی که در بالین حسرت حافظان داری، نفس در غرغره چون مرجان و دل تپان داری.